به نظرتون کی قیمت رو بهتر حدس میزنه؟ میبینیم بریم ببینیم. سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروزمون. آقا امروز یه دونه میستری باکس داریم که 6 تا آیتم توشه و من و آیدا میخوایم با هم دیگه قیمت رو حدس بزنیم. خب آیتم اولو من نبین دیگه تو رو یه دونه شانسی در بیار. من نمیدونم کدومه که مثلا یه دونه رو شانسی خود یه دونه است. نه یه دونه ایه. خب من کنم زیر یه دونه بزرگه. آقا این چیه؟ دستگاه کارتونه اسباب بازی. چرا؟ دارم جلو دوربین نشون بدم. چرا؟ دستگاه کارتونه من داشتم. آره اینا یه بار واسه آیده واسه تبلیغ فرستاده بودن. تکان همین ولی یه چاقو بیاری. قیمتش هم تقریبا میدونم. خب نامردیه که من قبول ندارم. خب نه شاید دیجیکالا گرونتر بگه. یه دقیقه بایستیم بازش کنیم برگرد. بچه‌ها توش دلار داره. 1 2 3 4 من برای $5 $5 چقدر میشه؟ چقدر بکشم؟ 250,000 تومان. خب آن حدس تو 250 تومانه؟ قیمتش من میگم ببین یه چی بگم، کل جعبه مجموعاً قیمتش چند تا آیتمو برامون نفرستادن. اول قیمتش شده بود چیه؟ آها نه بگم دستگاه لیزر بارکد خونه. بس اول قیمتش 560 تومن شده بود. 3 تا آیتم رو ما کنسل کرد دیجیکالا. فکر میکنم نهایتا 300 خورده 400 تومن شده باشه کل جعبه. برای من میگم 110 تومن. این من میگم و یادم نیستم پیجی چقدر زیر 100 تومن بود ولی خلاصه دیگه من قیمتم عوض میکنم. نه مثلا نه تو دیگه چیزیه قبول نیست. یعنی چی؟ تو قیمت رو گرم کردی اون واسه هر چی خب الان کسی که نزدیک تلبیه کسی که دقیقاً درست نه نزدیک والله. دقیق که نمیشه گفت. خب من میگم 80 تومن باش من هم 110 تومن مجبورم دیگه. حالا آره الان من اعلام کنم مجازاتشو نمیگی قیمتش 58 تومن بود. 58 اون پیجه گوشو 40 خورده. من خودم همین گرونتر بچه‌ها برای بچه‌هاتون بخرید. خیلی خوبه. من تبلیغش هم گوشتم وقتی تبلیغ خواهرتو نگاه نمی‌کنی. مهم می‌بینی این چجوریه؟ این از این کارتونش کاغذ میاد. خیلی باحاله. من میشه بعدش با هم بازی کنیم. بریم واسه آیتم دوم. خیلی بد سر رونه که انتخاب کرده. لباسه. شورت مردونه است. کلاه مردانه فری سایز. کلاه همین میخواد به عنوان مدل بیاد برامون تست کنه. باز کنیم ببینیم اول چه شکلیه. از اینا که فقط دماغت دم مردونه. چقدر خفنه. اول دوزی. بپوشی یا بپوشم؟ نه، بیا. نه. خب دوستان عزیز تقدیم میکنیم. خیلی عجیب شده. دندوناشه فقط دندوناش. آره آفریقایی هستن دمش. خیلی ممنونم. دست شما یه دست قشنگ بزنیم واسه مدل عزیزم. قیمتاتون رو اعلام کنید بی زحمت. به نظر من نهایت بخواد 23 تومن باشه. جدی میفرمایی؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ نه 50 تومن. 50 تومن؟ آره بابا. خب بذارید. من میگم 25 تومن. 25 50 تومن. خب آیدا بازم برنده شد. قیمت کلاه 82,000 تومان از تولید به مصرف. چقدر؟ 17 تومن 82,000 تومان. 82,000 تومن به من پول دادن؟ آره کلاه دیگه. کلاه جوراب بخره 100,000 تومان پولشه. آخه 25 تومن چی میده؟ بچه خرید نکنه تا الان نمیدونه. شما مجازات ویدیو رو نمیدونین. تا ته ویدیو بمونین ببینین مجازات ویدیو چه بدبخت شده. خب بریم برای آیتم سوم. قیمت منه. الان تهمه ها بکشم به چیزی. اگه ببازم چی؟ کلا 6 تا آیتمه. 2 تا رو تا الان باختم. انتخاب میکنم. از این چیز نه از این 50 است که واسه ورزشه تقویت مچه. انتخاب خیلی چیز باحالیه.
وای موچم خیلی تقویت شد. واسه رگ در بردن مثلا من به این 1000 تومنم پول نمیدم ولی فکر کنم مثلا 100 تومن اینا خریدنش. چه خبر این آخه؟ تو چیه؟ ببین از اونجایی که اون 100 تومن بود اونم 80 تومن بود به نظرم یه چیزی حدودای تو چقدر گفتی؟ 100 تومن. من میگم 80 تومن. قیمتش 129,000 تومن. آیلین بعد جریمه سنگین بشه واسه حالا وایسا. آیتم بعدی اگه 3 تا آیتم بعدی رو من درست بگم یعنی 3 بشیم 6 تا آیتمه سن حلقه چی میکنیم؟ تو خدا بده 3 تا آیتم بعدی رو من درست بگم بیا مامان. الان بگستی کوکی تو برده برو بیا ولی زور نیست که نمی‌کنم آیتم بعدی کوکی خب بیا مشکل داری راند 4 معلوم نیست بس آن کلا یه دونه دیگه توشه نه هست 2 تا دیگه هست اینا چیه؟ چیه؟ این جعبه بچگونه های ها؟ اولیه اسباب بازی ابزار پزشکی خودش کنیم ها قفل داره جلوش دارم باز من بیا دکتر بازی کنیم خدا دکتر بازی که حرف قشنگی نیست یعنی چی دکتر بازیه دیگه بیا قالب تو گوش بدو با تو 2 روز دیگه میاری زنه بیا بالا خب قیمتش رو حدس بزنید بچه ها. از آیلین که امیدی این ندارم. حداقل بدیم بچه ها بازی کنن باهاش خرابش نکنیم بدیم آیلین تو حدس بزنید چقدر باشه؟ دکترز این از اونجایی که اون یکی جدی میفرمایی؟ بازیه من میگم 80 خورده خب آیلین تو چی؟ 80 خورده ای چند 80 چند نگه به قبلی ها رو بگو. درست نه، بگو. 85. من میگم 90 تومن قیمتش بسم الله الرحمن الرحیم بازم آیلین باخت. خدا قیمتش 64 تومنه. نمک میشه که اینجوری باختی دیگه. من به بازم خودتون بی نمک به قول داره شام من سابقا تجربه از راند 5 بریم ببینیم چیا دیگه موندن چی هست؟ با پولای من رفتیم چی خریدیم اینا چیه حداقل بریم تستش کنیم یه استفاده از این وسایلی که گرفتیم بکنیم تا الان که همش به درد نخور بود بچه‌ها این قلبه رو من انتخاب کردم این کیس با قلبه رو که برعکس گرفتم آیدا انتخاب کرده من میخوام ضربان قلبم قلب بزنم منم اینجا میزنم ضربان قلبم خوب اومده اون نبضه. قلبم اینجاست مثلا. نه همون ضربان قبله دیگه قبله همون ضربان قبله خب برید حالا که دارید اینجوری چیز میکنید قیمتش هم بگید بی زحمت. چقدر ولی پررنگ و بامزه است من فوکوس میکنم مشخصه آره. بگو خیلی باحاله من کیسم کش خراب شد قیمتش رو بگید بی زحمت. برام معلومه 10 تومن تو چقدر میگی؟ من چرا 20 20 تومن. خب الان 15 تومن همینه قیمتش. بازم آیدا برنده شد قیمتش 25,000 تومن. کوکی بیا 25 کوکی بیا قیمتش 25,000 تومن. راند ششم و آیتم آخرم من که در هر سال باختم الان بذار ذوقمو بکنم بچه من عاشق جورابم چورابه وای جوراب زنبونی ازم خیلی آیتم چرک انتخاب کردی دوستان عزیز خوش سرنه من اینو از این یه دونه داشتم و گمش میکردم من خیلی خوشحالم که دوباره از این دارم کار نداری قیمتش قیمتش 35 من دیگه توی ویدیو نمیبینم قیمتش چقدره دوستان؟ قیمتش
قیمتش چقدر گفتی؟ 35. من میگم 39,000 تومان. بازم آیدا برد خاک تو سر دایی چقدر؟ 21,000 تومان. اما مجازات آیلین من اصلا یه امتیازم نگرفتی. چیه؟ باورم نمیشه چه ویدیوی مزخرفی بود. بچه این تشویقی کوکیه. خیلی هم خوشم میکشه کوکی. او غذای سگ میده. اگه سگ دارین یا پت دارین متوجه میشین چی میگم. این شکلیه. چقدرشو باید بخورم؟ همشون. آره الان برای دینم میندازم بالا میجوام. کوکی اون هم خداشه نگاه آره منتظره. کوکی هم تشریف آوردن. یه تیکه قراره کوکی بخوره مرد. کوکی خیلی دوست داره. حتما خوشمزه است که انقدر دوستش داره. آره. این یه تیکر میخوام بخورم. اون چیه؟ یه ذره بیشتر. برو. دیگه نمیفهمی اصلا چیه. خب باشه بیا. انقدر دیگه قبوله دیگه. آره. حالا یه گاز بزن. کوکی بیا. هیچ طعمی نداره. هیچی. واقعا؟ داری میخوری؟ هیچ طعمی نداره. کوکی بیا. فقط گفتش عجیبه. چجوری کوکی اینو دوست داریش؟ طعمی نداره. این خیلی بوی بدی داره. خیلی بو داره ولی هیچ طعمی نداره. من هیچی از دست ندارم. واقعا؟ پس یه دونشو بخور. به قول ایمان نمکیه. میخوای یه دونه کاملش؟ نه مرسی. اینم از انتهای ویدیومون. اگه از این نوع ویدیو و میستری باکس های بیشتر و گرونتر میخواین حتما برام کامنت کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما ما رو سابسکرایب کنید. بای بای. خدافظ.